و این اتفاقات باعث شد که اصلا یه جا احساس پوچی کنم ساقا، یعنی گفتم برم، چون یه پیشنهاد کار شد تو ترکیه و همونجا احساس کردم این مسیری برام باز شده که برم اون قبل رو درستش کنم یا حداقل اینکه آموزشگاه سالن رو حفظ کنم. رفتم ولی با 1000 داستان در سر دیگه، ولی در نهایت بازم ترکیه هم میرسیم، بازم بس زورم نرسید دیگه. درآمدتون الان از ماساژ خوبه؟ از عالیه. بنت سعودی اگه برگردی عقب باز دوباره میای ماساژ رو انتخاب میکنی، باز دوباره این شرایطی که به هر حال گذروندی دیگه میدونی شرایط چجوریه، باز ماساژ رو انتخاب میکنی؟ نمیدونم، نمیتونم میگم آره، نمیتونم میگم نه. اگر بخوام، یعنی الان دلت میخواد عوض کنی اگه شرایط کاری تغییر کنه، شرایط حالا هر چی، شرایط زندگی، شرایط مملکت تغییر کنه، آیا احتمالش هست تغییر بدی شغلتو؟ این که میگی نمیدونم یعنی احتمال داره که من 50-50 من خیلی تمایلی ندارم ادامه بدم. خیلی میگم سوالش خیلی سخته جواب دادنش، خیلی شاید آسون باشه گفتنش ولی برای من سخته، به خاطر اینکه گفتم ریشه من تو ماساژه، گفتم ناخواسته اومدم ولی خواسته موندم، ادامه دادم. ولی از آسیبا و فشارا و دردایی که کشیدم وقتی به اونو فکر میکنم میگم کاش که نبودم. ولی به این که این اتفاقات حالا خیلی کارهای جذابی تو زندگیم افتاد، خیریه اصلا خیلی اتفاقات افتاد که حالمو خوب میکنه. اتفاقات خوبم دیگه همین افتاده زیاد براتون. اصلا این نیفتاده بود چیزی. از همین اتفاقای خوب باعث شده شما رو نگه داره به هر حال توی ماساژ و ادامه بدین. حالا قطعاً با چنگ و دندون واقعا حفظ کنی اون شرایطی که بوده. قطعاً همینطوره، ولی این که میگم نمیدونم به خاطر اینکه واقعا بسته به مودم داره. اگه به دردا و بی‌معرفتی همسفیام نگاه کنم میگم نه دوست ندارم، ولی اگر بخوام به این حالی که داریم به اون شخص، به اون عشق و به اون سلامتی که داریم به اون شخص انتقال میدیم، وقتی فکر میکنم میگم وای قربون دستان برم، یعنی میبوسمشون. حتی میتونه ماساژ باشه و حالا کنارش به قول معروف بیزینس‌های دیگه هم باشه دیگه، اون که حالا طبیعیه. من اصلا عشقم ماساژ. فکر کنم شما از اون دست آدمایی هستین که چند تا بیزینس دارین متفاوت. درآمد اصلی ماساژ نیست. درست. چون اگه بود خیلی کارا میکردم براش. چون اگه بود خیلی حرکت‌های یعنی انرژی بیشتری صرف میکردم. ولی خب با همین فکر میکنم تایم و انرژی که دارم میذارم، فکر میکنم که خدا رو شکر مسیر خیلی خوبی و جذابی دارم پیش میرم. خیلی عالی. حالا اینکه میگید کار اصلیتون نیست، قصه ترکیه، حالا تا برسیم به ترکیه، رسید به این که ما اینجا چیزی از اختراع و اینا نداشتیم، یعنی صحبتی از اختراع شما یا اینکه همچین کاری، یا شاید هم بود هنوز رونمایی نشده بود. ولی ترکیه که رفتید با حالا بحثی که با اون دانشگاه پیش اومد و بحث اختراعات و به قول معروف رفتن روی مجله و اینا، چجوری رقم خورد و اینکه چقدر خودتون دخیل بودید؟ اختراع خودتون بوده، از کسی راهنمایی میگرفتید یا در واقع از که پیشنهادات دیگران رو اجرایی میکردید؟ اما اینکه این مسیری که اصلا دست خودم نبود، اصلا معجزه بود. به همه میگم که شما در مورد خدا حرف میزنید. یه شعارم داری؟ آره الان میرسم به اون. میگم شما خدا رو حس کردید، اون انرژی رو حس کردید، من لمسش کردم، من بغل کردم خدا رو، من واقعا معجزه خدا رو دیدم. من آدم مذهبی نیستم ولی آدم معتقدی ام واقعا. یعنی شما فکر کنید من با یه دل شکسته واقعا رفتم از ترکیه که فقط برم و به همه چی فکر کردم. میون کلمت قصه ترکیه بعد از اون استوری ها شد، یعنی دلیلش اون بود؟ اصلا من وقتی مالی هیچی برام نمونده بود، وقتی حیثیت منو برده بودن، بی‌معرفتی‌های زیادی شده بود، اتفاقات آسیب بدنی که دیده بودم، من اصلا مونده بودم با چیکار کنم، چیزی نداشتم برای ارائه. گفتم برم که فقط برم، یعنی حتی من جلوی خانواده‌ام سرم پایین بود. آره گفتم نباشم. من رفتم ترکیه به هوای این که برم توی یه سالن ماساژ کار کنم که پول در بیارم رفتم. من فکر کنید مثلا با 10 میلیون تومان پول رفتم، اون لیر 3000 تومان بود، خیلی هم عددی نمیشد. رفتم استانبول، یکی از دوستان معرفی کرده بود. اینو بگم باز بکنم خیلی براتون جذابه. من قرار شد برم تو سالن ماساژ کار کنم، بعد رفتم دیدم اینجا همون ترکیه. بعد گفتم که خب شما اینجا نیاز به ماسور دارید؟
نه زبون میفهمیدم، نه متوجه میشدم، نه میتونستم درک کنم آدم ها رو، نه فرهنگ تو مخ من میرفت. بعد ذهنم هم التهاب داشت به خاطر اتفاقات، اصلا همه چی برام عجیب بود. بعد چرا اصلا مسیرم بگم چی شد که اصلا رفتم سمت اختراع اینا. من استانبول این اتفاقی افتاد، رفتم آنتالیا، اونجا هم نتونستم کار پیدا کنم. تو استانبول این اتفاقی که الان میگم خیلی جالب بود. رفتم یه اتاق داغون، یه تخت ماساژ مثلا، اصلا یه وضعی دارم میگم، اصلا یه شبیه مرده شخوره بودش درست شد. من نگاه کردم خب الان چیکار اینجا باید ماساژ بدم؟ بابا این همه من هنرجو تو ایران دارم، این همه مثلا برو بیا میشناسن و چهره ها، بعد من اومدم اینجا، بعد یه صدای تو گوشم گفت احسان اینجا هیچکی نمیبینتت، آره پوله رو در بیار هزینه کن، سالن و آموزشگاه رو حفظ کن. بعد من اونم اوکی دیگه 3 روز وایسادم، دیدم کلن توی این 3 روز مثلا من 700 لیر کار کردم. خیلی وضعیت خراب بود، یعنی من اگه نگاه میکردم به ماجرا اصلا پولی نمیموند، یعنی تو ایران میموندم هیچ کار نمیکردم برام بهتر بود. بعد اصلا نگم از حواشیش که هم خونه های من اندونزیایی بودن، اصلا از همه چیش رو مخ من بود، از بوی اونجا، غذاهاشون، از هر چیزی که فکر کنید دیگه. دیدم پول در نمیاد، یکی از اونا بهم پیشنهاد داد که بیا تو حموم کار کن، پولش خیلی بهتره. دیدم 2000 تا 3000 لیر دارن کار میکنن، گفتم خب 3000 تا در روز مثلا اگه در ماه حساب کنی میشه 90000 لیر، 90000 تومان مثلا یه عدد میشه برا من، 90000 تومان مثلا. بعد گفتم خیلی خوب میرم تو حموم. گفتم از کجا شروع کنم؟ با بدبختی من با اینا صحبت میکردم دیگه، کف درست کردن اینا رو بهم یاد داد و خدا شاید لیف زدن و اینا رو بهم یاد داد. آره درد داره گفتنش، ولی من رفتم اولین مشتریمو که زدم پشت بدنه زدم، کف زدم، لیف زدم، با احترام به همه کسایی که تو این شغل، تو این تخصص بگم بده، چون همون واقعا یه کار تخصصیه، ولی خب اونجا کار تخصصی انجام نمیشونه، یعنی اونجا لول ترین پایین ترین لول همون رو انجام میداد. ولی موقعی که برگشت مثلا گفت یه قسمت بدنمو بیشتر گفت کیسه بکش، بعد اون لحظه بغضم ترکید. تمام اتفاقات زندگیم که اصلا چقدر زحمت کشیدم، چقدر خاک خوردم، چی کار کردم چی کار نکردم، همه اومد تو ذهنم. گریه کردم، اصلا قشنگ فیلم سینمایی بود، یعنی قشنگ اگه یه دورین مستند یواشکی میگرفت به خدا اسکار نمیدونم چی، هر چیزی که درام میکرد. آقا ما وایسادیم لیف زدن و کف زدن و اینا دیگه. وقتی گفت مثلا یه قسمت دیگه رو بیشتر کم کار کردی دیگه بغضم ترکید، خیلی گریه کردم. یعنی تمام اون وسایل رو گذاشتم اونجا، اومدم بیرون، فقط رفتم سمت اون خونه‌ای که به ما داده بودن، وسایلامو جمع کردم. بعد فقط نمی‌دونستم من کجا برم، گفتم برم قدم بزنم اون خیابان استقلال، یه ذره بالا پایین کردم تا این اتفاقی که میگم پیش اومد. یکی از دوستان بهم زنگ زد، گفتش که من حالم بده، دارم خودکشی میکنم و اینا، اگر اینجا منو از این کشور نبری و نمیدونم اینجور داستانا خودمو میکشم. گفتم بابا این استوری منو نگاه نکن، به خدا وضعم خیلی خرابه اینجا، مثلا من نمیدونم مثلا کجا برم، مثلا شب کجا برم بخوابم، خیلی وضعم خراب بود. گفت من نمیدونم قرص عکس گرفت و نمیدونم اینطوری و اونطوری. بعد من زنگ زدم گفتم باشه حالا قحط کن، مثلا تو این وضع. گفتم خانوم بودم، زنگ زدم به یکی از دوستام، گفتم که فضا و محیطی هستش که مثلا یه نفر یه خانوم بیاد اونجا مشغول بشه. گفت ما یه سالن زیبایی داریم، سالن بیوتی داریم که 3 تا شعبه است و فقط هم خانوما هستن. گفتم که خیلی خوب، یه نفر میخوام معرفی کنم. دلیل خودکشیشون بیکاری بود، یعنی اصلا التهابای اون روزا انقدر زیاد بود همه به این فکر کردیم یه دور. خیلی نقطه بدی بود، تو جایگاه بدی قرار گرفتیم. بعد قرار شد که دوستم بیاد اونجا و مشغول این در واقع سالن بیوتیه بشه که خیلی هم برند بود.
بعد دیگه گفتن که آقا پرواز مستقیم توی شهری به نام دیاربکر بود. گفتن آقا باید بیاد مثلا استانبول، از اونجا پرواز بگیرن بیان دیاربکر و تقریبا 20 میلیون تومان باید هزینه فقط پرواز میداد. گفت ندارم. گفتم چیکار کنیم؟ گفت میتونه بیاد وان، از وان اتوبوس بگیره بره اونجا. گفتم خیلی خوب، من با این حال که مثلا چیزه بیام وان ببرم برسونمش خیالم راحت شه و من نهایتا مثلا برگردم یه کاری بکنم، مثلا تو وانی این وری اون وری همش تو شارتا میکردم تا رسید به این که من اومدم وان و مسیر زندگی اینجا عوض شد. من رسیدم با 1400 لیر. یکی از دوستان بهم گفتش که بیا منزل من رفتم اونجا و بعد خب اونم کار میکرد و اینا، ساعت 10 شب میرسید. من کیلو گرفتم رفتم دیدم خالیه تمام هرچی، رفتم کلی خرید کردم گذاشتم اون نهایتا مثلا اون 50 لیر تو حسابم تو جیبم. تو همون وضعیت زدم هشتگ وان ببینم ایرانیایی که میان این هشتگ هایی میزنن زیر پستا کجا رفتن، کیا اومدن اینطوری. حالا این شیطان درونی بود دیگه. یه دفعه نگاه کردم چقدر عکسه برای من چیز آشناست، زوم کردم دیدم دکتر جایباشی یکی از دوستای نزدیک من که خیلی سال مثلا تو دانشگاه ابن سینا گلستان و خیلی جا من دیده بودمش، خیلی هم صحبت کردیم ولی مجازی. گفتم دکتر کجایی؟ من شما میتونیم دیداری داشته باشیم؟ گفت من تو ایران نیستم. گفتم کجایی دقیقاً؟ گفت وان. گفتم منم همینجام، الان که تایم داریم ببینیم. رفتم دیدم با یه گردن این شکلی اومد تو رستوران. دکتر یه ذره کار کنم، یه ذره کار کردم و گردنش خوب شدم. گفتم آقا اصلا تو ذهن خودم گفتم منطق نداره که فکر کنم اصلا هر چی یه شوکی وارد شده به هر دلیلی با این حالت اومده، بعد 10 دقیقه بعد میگه عالی بود تو معجزه کردی تو دستات فلانه. اصلا عجیب بود برام اتفاقه. گوشی زنگ خورد، مو به مو دارم بهتون میگم، گوشی زنگ خورد گفت بله اتفاقا آقای میرزایی هم اینجا هستن، یکی از دوستام اتفاقی دیدمش، میخوای ایشون هم بیارن؟ گردن من خیلی وضعش خراب بود الان اوکیه. بله دکتر ساعت 10 صبح میتونی بیای؟ بله. ما ساعت 10 صبح رفتیم. همون شب دوستم زنگ زد گفتش که به دلایلی و به شرایطی نمیتونی بیای تو خونم و من درک کردم این موضوع رو. بعد من گفتم خب این 50 لیر چیکار کنم؟ من یه جا رو بگیرم برم بخوام. به خدا من گفتم برم خونهش وسایلا رو ادام ببرم بگم آقای آیوز بیا اینو تحویل بگیرم، غلط کردم. بعد دیدم راهی ندارم، برداشتم وسایلم رفتم یه پارک داره سر چهارراه جمهوریت وان، اونجا داشت برف میومد، اونجا خیلی سرده، کلا شهر سردیه. رفتم یه چای فروشه اونجا نشسته بود، این کاپشن اینا رو پوشیده بودم. من تا ساعت 7 صبح 6 صبح 7 صبح من اونجا قشنگ زیر برفم، یعنی قشنگ میتونستم یه آدم برفی از من بسازم اینقدر نشسته بود. من اون دمش گرم مثلا واقعا به من حال داد. بعد من برای اینکه مثلا جبران کنم چون 10 لیر بودش چایی، من 5 تا چایی با فاصله مثلا 20 دقیقه خوردم. 50 لیره بودم. آره رفتم تو هتل همون جایی که قرار گذاشته بودیم ساعت 10 صبح. رفتم گفتم که اجازه هستش من یکم خودم آبجو کنم. یه ذره خوابیدم روی صندلی، ازش اجازه گرفتم گفتم 10 من جلسه دارم، حالا 2-3 ساعت زودتر رسیدم. یه استراحتی کردیم، خانم گرشاسبی باید نمیشه. منو براشون بردن یه جا، گفتن یکم مسئولان اینجا رو داریم میریم کار درمانش انجام بدیم. رفتیم اونجا، من نمی‌دونم کی و چیه، ما نگاه این که بریم حالا یه کار مثبتی بکنیم و کنار دکتر باشیم که یه امتیازی از دکتر بگیریم رفتم. من همش تو ذهنم بود که چه سوء استفاده میتونم ازش بکنم از این دکتر رفیقم. رسیدیم و اون طرف کمردرد داشت. بازم اونجا اتفاقا من دارم میگم خدا رو لمس کردم به خاطر این اتفاقاته. بابا اصلا طرفو یه رو 20 دقیقه کار کردم رو صندلی، حالا مثلا یه سری ماساژم فقط ندادم، اون یه سری کارهای اصلاحی انجام دادم روش. بلند شد گفت این شفا میده، این معجزه میکنه. گفتم نه بابا جواب نده بابا، اگه میدادم تو خیابون نمیخوابیدم. آره همه اتفاقات خوب از خودکشی اون شخص که میخواست نیت خودکشی آره داشت و میخواست کمکش کنه. آفرین.
من رفتم وان، وقتی اون شخص حالش خوب شد من تازه فهمیدم اون آدم که اونجا وایسه رئیس دانشگاه TIT بدی شعبه ترکیه است. تازه متوجه شدم دکتر جایی باشه اونجا مثلا مسئولیت گرفته. منو نهار دعوت کردم، رفتم نهار خوردم، از رزومم پرسید، دید، سرچ کرد، پیشنهاد داد، گفت میمونی وان آقای پروفسور لالی. آدم عجیب غریب بزرگی. بعد دیگه اونجا موندی یا برگشتی؟ موندم. تو 3 روز من اقدام کردیم برای گرفتن اقامت. تو 3 روز خونه برام گرفتن، 260 متر خونه داشتم مبله. بعد خونه پر مواد غذایی شد. چه تایمی اونجا موندی؟ یعنی 3 ماه 6 ماه 2 سال خورده بعد شد. برگشتی ایران. برگشتم اون داستانه. ولی اونجا که بودم متوجه شدم دکتر مسئول انجمن نخبگان ترکیه است، پروفسور لالی، و من رفتم توی کارگاه و شدم کنارش، کاراشو انجام میدادم. اونجا مسیر ایده تا اختراع رو یاد گرفتم، ایده تا ابداع رو یاد گرفتم. بعد خب من در جایگاه اینکه آچار بگیرم دستم که نبودم هیچ موقع. من ایده رو میآوردم، میپختمش، میبردم تو تیم پژوهش کار میکردم، میبردم تیم فنی، بعد میبردم تیم اجرا و همه اینا رو زیر نظر همون پروفسور لالی کرد. ایران همچین چیزی تو ذهنتون نبود؟ واقعا اصلا نبود، استارتش اصلا اون ترکیه خود. آره. ولی خب مهندسی ساخت و تولید خوندم. نه برای همون بحث سخت اختراعات، ماساژ حالا بیشتر زمینه ماساژیه یا درمانیه یا نه اصلا وارد مسیر اونور شدم، مثلا همه چی بود، صنعت بود، زیبایی بود، پزشکی بود، همه چی. 3 ماه اول تو یکی از جشنواره‌های خیلی لول پایین‌تر که 1-2 تا بچه‌های خودمونم بودن، خودم تماس گرفتم بیام اونجا طلا گرفتم. چند ماه بعدش هم تو بزرگترین جشنواره اختراعات دنیا تکنوفست، اصلا عجیب غریبه، اونجا 5 تا مدال گرفتم و اونجا به من لوح و تقدیر کردم به عنوان مخترع برتر فدراسیون مخترعین اروپا. یعنی اتفاقاتی که داشت میافتاد عجیب غریب بود. اینجا هم باز من لمس کردم خدا رو. یعنی من رفتم رو استیج داشتم میگفتن احسان میرزاییان تو پستای اینستاگرام هست بیا رو استیج، من رو استیج میگفتم خدای من این چه چیکار میکنم. به محل تولید هم رسیده. آره ولی من تو اون مسیری که رفتم فکر کنم مثلا شاید 2 سالمو فدا کردم که یاد بگیرم و چقدر لطف حالا پروفسور لالی، خدا پدر مادرش رو بیامرزه، آقای دکتر جایی باشی، همینطور انقدر به من کمک کردن که همین ایده و ابداع و اختراع رو الان اومدم تو ایران و 2-3 تا محصول دارم آماده میکنم تو این جشنواره‌ای که الان در پیش داریم میخوام ببرم. خیلی عالی. آره شرکت و مطمئنم به درد بچه‌ها موضوعش خیلی میخوره. اگه بخواین از همین دستاورداتون بخواین بگین شامل همینا میشه یا فکر میکنید دستاورد دیگه‌ای مهمتره توی صنف ماساژ داری؟ هیچ کدوم اینا مهم نبودن گفتم. خب مهمترین دستاورد توی ماساژ چیه؟ مهمترین دستاوردم نه رکوردم بود، نه اختراعم بود، نه تدریسم بود تو کشورهای دیگه، نه هیچ کدومش. این که میگم معیارم عوض شد به زندگی اینه دیگه. وقتی برگشتم اون اتفاقات عجیب غریب و کذایی که افتاد. چرا برگشتی اونجا؟ اوکی بود شرایط که 2 سال بودی و آره شرایط اقتصادی اونجا هم به هم ریخته بود. بعد من بعد از اینکه تو جشنواره دیسکسپو اماراتم طلا گرفتم به من گفتن که خب اقامت 10 ساله اینجا رو میتونیم داشته باشیم. بعد خب لول، من میگم ایران خیلی 70 سال جلوتر از کشور ترکیه است. یعنی فرهنگی حالا همشون عزیزم برامون، همشون یک خونی